درگیری سرحدی میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که وضعیت در محل رویداد زیر کنترل است. ذبیح‌الله مجاهد عامل بروز این درگیری را تخطی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند میپندارد و میگوید که نخست نیروهای پاکستانی به شلیک پرداختند. او از تلفات برخاسته از این درگیری چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که پاکستان هر از گاهی قوانین و اصول میان دو کشور را زیر پا میگذارد و دست به اقدامهای خودسرانه میزند. متاسفانه در خط دیورند طرف پاکستان بعضی تخطی‌ها وجود داشته و فیر شده برای افغانستان. در مقابل عکس العمل هم نشان داده شده. خب بعداً قراب و مرکز رسیدن. فعلا وضعیت کنترل است. با این همه آقای مجاهد از پاکستان میخواد که اجازه ندهند تا این گونه درگیری ها تکرار شوند. اعمار ساخت تأسیسات نظامی در نقاط صفری بین افغانستان و کشور پاکستان توسط نظامیان پاکستان بدون هماهنگی عواقب و پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. بر بنیاد گزارش‌ها این درگیری پس از ایجاد تأسیسات نظامی از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه ببرک‌خان‌تانه در ولسوالی الشیر ولایت خوست رخ داده است. ببرک‌تانه یک نقطه استراتژیک از نگاه نظامی است و پاکستان آن را برای داشتن قیمومیت منطقه مد نظر دارد و ساخت و ساز تأسیسات همیشه مورد توجه طرفین و برخوردهای ناشی از آن باعث تلفات گردیده است. لازم است هر دو کشور برای حل منازعات از دایره گفتگوهای دیپلماتیک استفاده کنند. در 2 سال و نیم پسین نیروهای سرحدی دو کشور چندین بار با هم درگیر شدند که تلفات جانی نیز داشته است.